سلام دوستان، وقتتون بخیر. به چهارمین بخش از مباحث مربوط به کنترل رسیدیم. اولین بحث 2 ستاره ما هست که پیشرفته تر از بحث قبلیه. تو دوره قبلی در مورد کنترل باز و بسته توضیح دادم. اینجا میخوام برای شما توضیح بدم که ما میتونیم چند تا سیستم کنترلی تو در تو داشته باشیم برای اینکه بتونیم کنترلر بهتری رو داشته باشیم. خب یک سیستم کنترلی پکیج رو در نظر بگیرید که با یک شوفاژ در حال کار در حالت گرمایشی. خب ما یه دستور دمای آب میدیم به بورد دستگاه، مثلا دمای 70 درجه. پکیج شروع میکنه، شیر گازی روشن میشه، مشعل تشکیل میشه و شروع میشه به گرم شدن آب شوفاژ. این به تنهایی تا اینجا یک سیستم کنترلی باز حساب میشه، ولی این میتونه خب خطرات ایجاد کنه. ما برای اینکه دمای آب بالاتر نره و ببینیم چقدر باید شعله رو دقیق تنظیم کنیم، یک سنسور NTC تو خروجی شوفاژ داریم که میاد بازخورد خودش رو به بورد دستگاه میده و باعث میشه بدونیم چقدر نیاز هست شعله تنظیم بشه و دقیقاً به تنظیم دمای آب شوفاژ بپردازیم. این میشه یک سیستم کنترلی بسته برای دمای آب شوفاژ. حالا به عنوان یک مثال کاملتر، همون پکیجی رو که سیستم بسته ای رو داشت برای خودش و رادیاتور در نظر بگیرید که توی یک فضایی باید گرمایش انجام بده. خب اگر ما دمای هوای فضا رو هم بخوایم در نظر بگیریم، آیا کنترلری که داخل پکیج داشتیم و این مدار بسته خوب بود میتونه کنترل کنه دمای داخل محیط رو؟ آیا این یه سیستم کنترلی بسته حساب میشه؟ خب نه، اینجا پکیج داخل خودش یک سیستم کنترلی برای نگه داشتن دمای آب روی اون عدد داره، ولی نمیدونه آیا باید اصلا کار بکنه یا کار نکنه و با چه حجمی گرما رو بده که بتونه دمای داخل خونه تنظیم بشه. خب ما نیاز داریم بیایم یک سیستم تو در تو ایجاد کنیم، یک سیستم کاملتری ایجاد کنیم. برای این منظور بیایم یک حلقه کنترلی که به سیستممون اضافه میکنیم یا در کنار اون قرار میدیم. مثلا با نصب یک دماغ‌های محیطی یا به قولی ترموستات محیطی میایم دمای خونه رو اندازه میگیریم و میایم پمپ اون موتور خونه رو و یا سنسور آرتی اون پکیج رو قطع میکنیم تا بتونیم دمای خونه درستی کنترل بشه. حالا اینجا ما یک سیستم کنترلی بسته بسیار خوب داریم برای تنظیم دمای خونه در کنار اون سیستم کنترلی بسته‌ای که برای تنظیم دمای آب شوفاژ به کار می اومد. دوستان اگر میخوان اطلاعات لازم در مورد نصب ترموستات به پکیج رو یاد بگیرن، تو وبسایتمون اطلاعات لازم این کار رو توی دوره آموزشیش گذاشتیم، میتونید به اونجا مراجعه کنید و نحوه نصب کردن ترموستات به پکیج رو یاد بگیرید.